نظرتون راجع به این مصاحبه چی بود؟ ببین حالا کاری ندارم دو تا چیزش خیلی چیز بود. یکی اینکه از اون اول که من اومدم اینجا اون آب جوشه رو روشن کردیم، من هی چشمم اون کی یه چیزی میاری من اینجا بخورم، خب که هیچی نیوردی بالاخره اون بکنار. آره حالا آخرش میبینیم هم. و دومیش این که این نور سبز، چرا سبز؟ مگه او یک فرشته بوده؟ مثلا فکر کردی فرشته آوردی اینجا نشوندی واقعا؟ پس خود شما هم میدونی که فرشته نیستید. من که فرشته هستم ولی شاید تو کار نه. آت؟ سلام. به برنامه خوش اومدید. قربان شما. خودتون معرفی میکنید؟ من محمد علی هستم، پرستار. اگه یه بیمار سرطانی ازت سوال کنه من کی میرم خونه، چه جوابی بهش میدی؟ چه سرطانی؟ سرطان بدون سرطان دیگه استیج 4 دیگه، من استیج آخر. استیج آخر میری ان شاءالله. عجیب ترین چیزی که از بدن یه بیمار کشیدید بیرون چی بوده؟ نمیشه گفت چون نه چیز خوبی بود نه جای خوبی بود. شکلشو نمیتونی با دستت نشون بدی؟ مثلا حدودی گرد بوده، تیز بوده؟ نمیدونم. عجیب ترین چیزی که جا گذاشتی چی بوده؟ تا حالا شده اصلا جا گذاری؟ آره. نه تو بدن مریض که خب چون ما اتاق عمل نیستیم معمولا تو بدن مریض جا نمیذاریم، ولی شده حالا زمان دانشجویی مثلا من یادم رو فامیلا امتحان میکردم اینا تزریقات که میکردم یکی از آقایون خوابوندیم و آمپول بزنیم، من خدا که شلوارشو داد پایین، من این آمپول رو زدم این توی اون یه آهی کشید، من خندم گرفت، استرس کردم، اینو ول کردم، این آمپول هی این تو هی غلط میزد، هی اون تو این غلط میزد. چی دیگه این بنده خدا اولین آخرین آمپولش بود که من زدم. اگه یه همراه مریض زیاد قُر بزنه بهش چی میگی؟ اصلا به مریضش میرسی؟ آره ببین مجبوریم به مریض برسیم، خب چون آدم بعد میره خونه اذیت میشه که کجا اینجا کم گذاشته واسه مریض، ولی اگه قُر بزنه خب میفرستیمش بیرون. اگر که نه نگران باشه حالا جوابشو میدیم تا جایی که نگرانیش رفت بشه. اگه نگرانیش رفت کردی ولی بازم قُر میزنه زنگ میزنیم انتظاماتو برداره. تا حالا به جای دماسنج چیز دیگه گذاشتی دهن مریض؟ مثلا یه چیز که عمل نکنه؟ نه مطمئنی؟ زیاد گذاشتم ولی دماسنج حالا چیزای دیگه بوده. چرا به پرستارا کمتر حقوق میدن ولی کارشون بیشتره؟ خب دیگه نمیدونم اینو بگم یا نگم. بگو. ولش کن. بالاخره میکشن دیگه، بذار بکشن. یه نفر بهت بگه پرستاری شغل زنونه است چی بهش میگی؟ خب دیگه ببین باباشو کی میخواد درمان کنه؟ کی میخواد سنده باباشو بذاره؟ تو خونه خودتون اگه مثلا یه نفر مریض بشه تو پرستاری ازش میکنی یا مامانت پرستاری؟ طبیعتاً من. طبیعتاً نشد چون دیگه کارتو دیگه کارمه دیگه. ولی دیگه مواد غذاییشو مامانم درست میکنه. این که میگن تو سریال پرستار عاشق دکتر میشن واقعیت داره؟ برعکسشو دیدی دکتر مثلا عاشق پرستار بشه؟ آره تا دلت بخواد. انقدر حالا یه سری همکاره خوبن، یه سری همکاره انقدر دکتره چیزه اصلا تا یه پرستار میبینه مثلا یا یه خانوم اصلا میبینه یه ذره آرش یه سری دست و پاشو گم میکنه میره رو ویبره. شما مریض ازت بخواد عکس رادیولوژی رو براش تفسیر کنی، حالا با اینکه اصلا تخصص نیست و خب بالاخره پرستاری، اگه بخواد تفسیر کنی چیزی هم بلد نباشه چی بهش میگی؟ ببین یا طرف خیلی صمیمیه حالا میگه آقا من بلد نیستم، ببر پیش متخصص، ببر پیش فلانی، در این حد کن. جلوش کم بیاری هم مشکل. یکی طرف دیگه نه دیگه جلوش نباید کم بیاری، دیگه اومدی گنده رو جلوش اومدی، حالا الان کم بیاری ضایع میشه دیگه. اون میپرسه خب علائمت چیه، چرا اینجوری شدی تا قبل اینکه نه دستش بگیری، چرا اینجوری شدی، چرا اینجوری، سابقه چیه، پدر مادر فلان، 4 تا سوال میپرسی. بنده خدا اینقدر ذهنش درگیر میشه. عکس هم نگاه میکنی میگی که خب ببین احتمالاً به اونا ربط داره، یه چیزی میگی بهش ولی برو نمیدونم پیش فلانی. آره. مثل رقص پای کشتی دیگه حواسشو پرت میکنه. آره میگه بابا ببین احتمالاً فلان هستش
ولی حتما برو پیش آقای دکتر فلانی، حتما اینو برای پیگیری میکنه، اصلا ردخور نداره. تو اولش سرگرمش کنی یادش میره، یواش یواش یادش میره. آره 2 تا کلمه قلم به سلم هم توش بگی. به عنوان یه پرستار دوست داری چی هدیه بگیری الان؟ پول. آره مثلا به عنوان پرستار، به عنوان آدم، ولی به عنوان پرستار نمیدونم. اون پرستار مثلا لباس جدید پرستاری؟ نه بابا به اون دادن اصلا جنس نداره. الان یکی دیگه هم بدن دیگه اونم جنس نداره. ولی به عنوان یه پرستار الان دوست دارم سویچ یه دناپلاس توربو اتومات داشته باشم. خب این جعبه رو ما خدمت شما میدیم، اینو فقط تا آخر برنامه نگه دارید دست فقط. دست شما درد نکنه. کفنه؟ نه اجازه بدید آخر برنامه اعلامیه‌مون رو کفن اجازه بدید فقط نگه داشت. من از هادی عامل پاچه پاره ترم. فقط تا حالا شده موقع شل کردن بیمار بوی بد بیاد؟ تا دلت بخواد. وای چیکار می‌کنی موقع چیکار کردنش؟ شل کردنش واسه تزریق. اون که اصلا یه مقوله جزاست، یه خاطره دیگه یادم افتاد اصلا تو این قضیه. تعریف کن. ببین من یه بیمارستانی کار میکردم، ما صبح داشتیم مریضا رو تحویل میدادیم، گفتیم که خب مثلا این مریض اینجوری بوده، مثلا دیروز عصر شب مدلی بود فلان و اینا فلانی، اینم خب دیف میزده تو شلوارش، خیلی به دستشویی هم نمیرسید. آقا ما یه لحظه من برگشتم، من معمولا دوربین رو زیاد نگاه میکنم که ببینم حالا تو بخش چه خبر و مریض در چه حالن. یه لحظه برگشتم نگاه کردم، دیدم خدایا ما به مریضا شکلات نمیدیم، ما به مریضا کاکائو نمیدیم، این چیکار داره میکنه؟ دیدم یه دقت کردم، هی خدایا چی هست چی نیست، این که اصلا چیز نبوده، این توی یه اتاق دیگه هم هست، نمیتونه اون باشه، رفته نارنج رفته توی یه اتاق دیگه. این بنده خدا دیفو که زده بود دور تا دور خودش با دست، اصلا چیز افتضاحی شده. علامت گذاری کرد. و یکی دیگه هم بود که آره، ولی موقع تزریقم یه مورد داشتم. چیکار کردی؟ چی گفتی اون لحظه بهش؟ از حرفی تونستی بزنی اون لحظه؟ والا من حالا یکی از آشناها هم بود، خیلی نامرد بود. من این سرنگو که آوردم زدم، این بنده خدا انان از کف داد، استرس گرفته بود دیگه. الان این آشنا میبینی تو چشاش میتونی نگاه کنی؟ تو چشای هم دیگه نگاه میکنی؟ من کامل میتونم نگاه کنم، ولی اون نمیتونه. ولی اونم میتونه نگاه کنه، اون اصلا واسش مهم نبود. فرض کن چند تا اینطوری تخت بیمارستان چیدن. نه اون فقط تا آخر برنامه. فقط تا آخر. فرض کن یه تختای بیمارستان چیدن و بعد همه روش دمر خوابیدن و هم الکل زده، آماده تزریق آمپول. تو یه دقیقه به نظر چند تا ویدیو تزریق کنی؟ رکورد چقدر؟ آمپولش صفر باشه یا شل؟ آمپول چیز باشه روغنی باشه یا روغنی باشه بکشه؟ آره روغنی باشه. من سعی میکنم همه رو بزنم. تا تهش با سرعت تو یه دقیقه آدم رکوردتو میخوام بدونم. تو یه دقیقه میزنم. اگه بگیریم مثلا یه دقیقه 60 ثانیه باشه، سرنگه آماده باشه، اونم کشیده باشه پایینو، سرم شده باشه. سری نمیخواد. میزنی. بعد عرضم به خدمت که این اگه آماده باشه چیز باشه، این ادایی هم نباشه، فکر کنم حداقل بتونم 15 تا رو بزنم. 15 تا رو. بعد اگه مثلا آخرش بگم آقا تو یه دقیقه بتونی 15 تا مثلا 20 تا 15 تا هر چقدر بزنی و جایزه هم یه جایزه هم باشه. خب میخوام بگم حاضری واسه پول و جایزه رکورد رو بری بالاتر، یا فقط بزنم یا تزریقم بکنم؟ نه بره تو دیگه، بالاخره ماده تو بدنش بره. آره بره. اصلا نمیخواد دقت کنی. بیشتر قطعا سعی میکنم بیشتر باشه. یعنی قطعا از بیمارستانی که هستم شروع میکنم به کار کردن، سرعتمو میبرم بالاتر. آره واسه مسابقات تمرین میکنی. آمپول شل باشه چی؟ شل باشه بیشتر میتونی؟ قطعا بیشتر میزنم. برو رو 30 40. یعنی مثلا مسابقه به آدم انگیزه میده. پس چی؟ تو بیمارستان از چه بویی بیشتر از همه بدت میاد؟ این استیل سیستین. چیه؟ این یه آمپولیه
که تزریعش بکنی میشکونی یه بو فاضلابی برمیداره، ناحیه خودت هم برمیداره، یعنی به هیچ کسی دیگه هم سرایت، حتی مریض هم شاید متوجه نشه. تو که میخوای بری تزریع کنی تو اینقدر این بو میده، بدنت هم بو میگیره مثلا بمونه باهات تا نه تو دماغت مثلا، نه ولی میره چیز دیگه. ببین من بو دیف رو حاضرم تحمل کنم ولی بو NAC رو نه. دیف مزرعه دیفن چیه؟ نه چیه دی؟ چیز مریض. بیشتر توضیح نده. بیشتر این یه بار رو نمیخوام بیشتر توضیح بدم. جالب ترین بیماری که تو عمرت دیدی چی بوده؟ جالب بوده واسه اصلا خیلی ناخودآگاه آرزو کرده ای کاش یه بار دیگه یه نفر با این بیماری. جالب تو اینایی که چیزن یه سری بعضی از اسم یه سری بیماری‌ها هست که با کلاسه، مثلا میگه من طرفند فلان چیزو دارم اینجوری، اینا باحاله. مثلا چی؟ مثلا ADHD؟ الان نه ADHD که نه، ببین ولی الان تو ذهنم نیستش، ولی نه دوست ندارم اصلا دوست ندارم خودم مثلا اونجا رو اون تخته ببینم. ببین یه جوری میخوام خودم رو اون تخته ببینم که هیچی نفهمم، یعنی مثلا اینطوری باشم، اینطوری. حتی اونم خانواده‌ام اذیت میشن. چه نپرسی؟ اول من بپرسم. آره ببین اینو هی من این هر چیز میکنه، این نه یه چیزی هست که توش تکون بخوره، نه اینور میشه، نه اینجوری، اصلا هیچ چیزی نمیشه. توشو با چی پر کردید که این الکی سنگین بشه؟ الکی سنگین نیست، خیلی حرفه‌ای سنگین کردیم. خب دیگه حالا الان آخرش خیره ایشالله. من اینجا داشتم میومدم لوکیشن رو برای بقیه فرستادم ها. اگه فردا بهت بگن روز آخر عمرته، امروز چیکار میکنی؟ تو کارم یا همینجوری؟ همینجوری اصلا فرض کن فردا بگن فردا روز آخرته دیگه، امروز چیکار میکنی؟ مثلا میری سر کار، نمیری، میمونی خونه؟ ها بابا نمیرم. بگید همیشه واسه مردم یه بار واسه خودم. نه ببین ما همیشه هم واسه مردم میریم، ولی خب ببین ولی دیگه روز آخر رو نه، طبیعتا اگه مطمئن باشم دیگه واقعا روز آخرمه، فرداش هم ممکنه دوباره برم بیمارستان، بعد اونجا مثلا دیگه بشه روز آخرم. اون روز آخر نمیرم. چیکار می‌کنی؟ میمونی خونه چیکار می‌کنی؟ شاید خونه هم نمونم، هیچی. من یه ذره چیزم لوسم، یه ذره اهل خانواده‌ام، فقط میرم خانومم مثلا پدر مادرم همین برای همین. یه چیزی هم میشه و واقعا اون موقع این همه این زیرابیایی که رفتم یه جلوی چشم رد میشه پشت سر هم. اوه تو مثلا فکر کن برای این یه چوب داغ، برای اون یه سرب داغ، برای این یه قیف داغ، طلب استغفار و بخشش از مجبوری دیگه. یعنی الان توشی نمیفهمی ها، اون موقع دیگه. چه لحظه‌ای تو حالا کارت پیش اومده که به خودت افتخار کنی؟ خدا رو شکر حالا اومدم این کار. من فقط تو تایمایی که تو درمان مادرم، فقط تو تایمایی که مربوط به هر چیزی از مشکلات بیماری های، چون پدرم اون موقعی که اوج بیماری ها شد من بچه بودم، ولی الان که من یه ذره حالا میفهمم، یه کم میفهمم، خیلی خوشحالم و خیلی راضیم که حداقل میتونم زودتر پیگیری کنم واسه خانواده و واقعا خدا رو شکر که خدا این موهبت رو به من داده. حالا با هر سختی که هستش من بتونم این سرویس رو به خانواده که 25 سال منو بزرگم کردن، 26 سال بزرگم کردن الان بدم، مخصوصا پدر مادرم. کلید موفقیت تو پرستاری چیه؟ پرستاری موفقیت داره پرستاری؟ تو فقط باید با هد نرسات خوب باشی. تمام. ببین تو هد نرس و دفتر پرستاری، من الان 2 تا هد نرس دارم، خیلی هم دوستشون دارم. البته نمیدونم تا اون موقعی که برام پخش میشه دوستشون داشته باشم یا نه، و امیدوارم همینطوری باشه، ولی هر 2 تاشون خیلی گلن. میخوای اسم ببری ازشون؟ آره اون که نمیدونم، ولش کن. نه ولش کن، شاید خودشون نخوان. آره شاید خودشون دوست نداشته باشن، ولی الان هر 2 تاشون واقعا خیلی دوست دارم و ارتباط موثر با دفتر پرستاری، سوپروایزرها، مترونا، اصلا دیگه این ردخور نداره که موفق. ولی این آره دیگه، این ببین راه چیزیه که میانبر موفقیته، ولی تو اگر بخوای طبق اصول بری سمت موفقیت به مسیر خیلی طولانی داره، باید هم علم تو ببری بالا، هم دانش
آکادمی تو ببری بالا و مطالعه زیاد بکنی، درس بخونی، خب تئوری و هم عملی. اصلا یه سال 10 سال دیگه خودتون می‌بینی هنوز پرستاری کنی، مثلا اون موقع فکر کنم ریاستی بابا همینه همش همین خدا. یعنی هر سالی میشه میگیم نه الان دیگه فرق میکنه، نه امسال دیگه عشق میکنیم، میبینیم نه فرق میکنه، همونه فرق نمیکنه. ببخشید همون همشه. اگه نتونی واسه سرم زدن رگ پیدا کنی چی میگی؟ تقصیر من نیست، شما فشارت پایینه، شما چیزی نخوردی، مریض شدی، قندت افتاده. اصلا تقصیر شماست مریض شدی، به من چه ربطی؟ واسه مریض من اومدی اینجا که من خوبت کنم ولی کمک کرد دستم برنمیاد. تلاشمو کردم. برو یه چیزی بخور بیا، حالا اگرم مجبوری ناشته باشی اشکال نداره، با یه آب نبات، با یه آب قند، با یه ذره چیز هیچ چیز نمیشه، ان شاءالله که رگ پیدا میشه. به عنوان یه پرستار ماهانه چقدر درآمد داری؟ درآمد پرستاری شناوره، یعنی از 22 تومن میشه روش حساب کرد تا مثلا بره 50-60 تومن، شاید بالاتر هم بتونی، بستگی اون جایی داره که انتخاب میکنی. کسی بخواد بیا پرستاری کار بکنه باید هوشمندانه انتخاب بکنه که بتونه تو این فضا بمونه. خیلی پارامترها داره. راست همه پرستارا آرزو دارن و اگه بتونن حتی دوست دارن که دکتر بشن؟ اصلا و ابدا. اینکه بگی آرزو دارم مثلا دکتر بشم، ببین دکتر یک میاد مریض رو میبینه، یه اوردری میذاره میره، ولی پرستاره که در لحظه مریض رو داره میبینه و میبینه فلان اتفاق واسش افتاده، علمشو نداشته باشه که چی کار بکنه تا بخواد زنگ بزنه به دکتر، حالا دکتر یا تلفنی دستور بذاره یا بخواد بیاد اون مریض مرده رفته تموم. پرستار نباشه پزشک 24 ساعته خودش باید بشینه هی مریضش نگاه کنه، خب اینجوری شدی، خب اینجوری شدی، خب حالا این کارو بکن. خب سوالا تموم شدش، خیلی ممنون تو برنامه ما شرکت کردی. اگه اجازه بدی یه لحظه از شما بگیرم. خیلی ممنون. داده بودی به ما، یعنی بازش نمی‌کنم؟ نه دیگه، من گفتم فقط تا آخر برنامه. آخر برنامه فقط مثلا یاد جا نبودش این و گفتم دست ما رو گیر آوردی.